یه تاجر مسیحی بود، رفت تو یکی از این قبایل و عشایر عرب. یه روز اینا گفتن که آقا ما میخوایم بریم کربلا، ایام عاشورا بود. این اصلا کربلا نمیفهمیده، این مسیحیه. گفت من که کاری ندارم، منم با شما میام. اینا گفتن خب تو که تو حرم نمیتونی بیای، همینجا بشین کفشای ما رو نگهداری بکن، ما میریم زیارت رو برمیگردیم. خسته شد، خوابش بود. میگه تو خواب دیدم که یه نفر رئیس، 2 نفر قلم به دست. اون رئیس به اینا میگه کسانی که برای زیارت اومدن بنویسن. اینا نوشتن. بار دوم گفت اسم همه رو بنویسین، کسی از قلم نیفته. گفتن آقا نوشتیم، کسی از قلم نیفته. بار سوم فرمودن پس این مسیحی چیه؟ چرا اسم اینو ننوشتی؟ گفتن آقا این که برای زیارت نیومده. فرمود این بالاخره اومده تو ساعت ما، در حضور ما اومده. وقتی اونا برگشتن کفشا رو بگیرن، دیدن این داره گریه میکنه، داره اشک میریزه. میگه منم با خودتون ببرید حرم. تو یه لحظه یه آدم مسیحی عاقبت به خیر میشه. کریم اینجوری